این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که تو تمام سال کارش نابود کردن محیط زیسته، بعد آخر سال یه مسخره بازاری را میندازه و ژست کاشت درخت میگیره. به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز 2 اصل نهال میوه کاشتند. البته از اونجایی که وضع عظما خیلی وخیم شده، آخونده هم اینجوری بهش تیکه میندازن. دقیقاً مخاطب خاص این توییت دقیقاً اون مدیرانی هستن که امروز دست به نهال و بیشه میشن ماشاءالله. این توییت آیت الله جوادی آملی خطاب به اون دوستان هستش که کاشتن 4 درخت و 4 تا بلوط هنر نیست، جلوی غارتگری جنگل را گرفتن هنره. اینجاست که زیر پای عظما خالی میشه و بادکنک فیگوراش میترکه. نظامی که قرار بود یه دست بشه حالا پر شده از ضد و نقیض‌گویی. از یه طرف امام جمعه های رژیم درباره اوکراین از این روزها میخونن ملت اوکراین تقریبا دارن شهرها رو خالی میکنن، پشت مسئولینشون رو خالی کردن. البته رئیس جمهورش یک آدم بازیگر سینما و تئاتر لباس نظامی پوشیده، بلافاصله خبرش فرستادن رئیس جمهور در جبهه جنگ دارد می‌جنگد. ملتش کجاند؟ میلیون‌ها انسان، 10,000 هزار انسان همین شهرها رو ترک کردن. ملت که کنار دولت نباشد این است. از طرف دیگه هم کارشناساشون مجبور میشن از این اعترافا بکنن. اشتباه پوتین اینجا بود که اون روحیه ملی اوکراینیا رو روش حساب نکرد. الان خوب دارن مقاومت میکنن از شما. بالاخره ببینید خودتون رو بذارید جای اوکراینیا، چون یه سری خبره که اومد میدونید که خودشون هم که نصفشون فرار کردن و خیلی مثلا آدم جنگنده ای نیستن. ببینید خب اگه همگی اینجوری بودن که الان روز تموم کرده بود، روز دیگه تمام گرفته بود. اصلا مقاومتی وجود داره. خلاصه اینکه عظما تو بد وضعیتی قرار گرفته و حسابی گیج و ویج شده. آخوندایی که خودشون عامل اصلی جنگ افروزی توی عراق و فلسطین و لبنان و یمن هستن، حالا یادشون افتاده که ترانه ضد جنگ بخونن. خبرنگار چی میگه؟ میگه جنگ تو اروپاست، خاور میانه نیست، نه خونه یه چش آبیاست، تو یمن یا که سوریه یا عراق و فلسطین، کور چشمتون رسانه ها، جنگ و آتیشو ندیدی. اینجاست که امام گور به گوری از قبر بیرون میاد و از این روزه ها میخونه. من از بچگی تو جنگ بزرگ شدم، تا حالا نگفتم. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجبلی ها بودیم و خودمون تفنگ داشتیم و آقای کارتر ما را از چشی میخواد بترسونه. پاسدارای زوار در رفته که از نفرت نسل جوان نسبت به خودشون با خبرن، کلی خرج کردن تا با درست کردن این کلیپ های مسخره ژست محبوبیت بگیرن. پاسدارا در حالی دارن از این نمایش ها بازی میکنن که گزارش های فرارشون از جبهه جنگ تو فضای مجازی دست به دست میشه. حالا عزیز جعفری مانده بود و جبهه‌ای که داشت از دست میرفت.
خستگی و گرسنگی به آنها فشار می‌آورد. عزیز پشت بیسیم وضعیت به هم ریخته جبهه‌اش را گزارش می‌کرد. آره چرا علتش چیه؟ هر کاری میکنیم میگن که ما حق میدونیم ما بریم ما شما داریم چرا این رو بهانه بیارن. خلاصه این که این روزا زمین زیر پای آخوندا خیلی لیزه و تا میان به خودشون به جنبن کله پا میشن. هوا سوخ مو یو. مشنگستان این هفته رو با جمله از این بسیجی پرتاب شروع میکنیم که خودش هم نمیفهمه چی میگه. دنیا داره میگه، مراکز علمی میگن شتاب ما در تولید علم و در توسعه و رفاه انسانی، شتاب ما در رفاه انسانی، در مصرف پروتئین، در مصرف گوشت نسبت به این 40 سال در دنیا بی‌نظیره. ما رتبهمون اول نیستا، ما رتبهمون 50م تو توسعه انسانی، ولی شتابمون، سرعتمون اوله. احتمالاً منظورش از شتابی که تو دنیا اوله یه چنین شتابیه. این شما و این هم یک نمونه از شتاب علمی آخوندها در سربندر. فندک میزنیم ماشاءالله، برامون آتیش آوردن، اینم سربندر. بیا اینم سربندر، آب آتیشی. دیگه چی میخوای؟ آب آتیشی. بیا شهردار. البته آخوندا در تقلب و کلاهبرداری هم تا دلتون بخواد شتاب گرفتن. روغن خوراکی آفتابگردان بدون هیچ تغییر و بدون هیچ فراوری وارد این بسته‌بندی میشه تحت عنوان روغن ذرت و با چندین برابر قیمت به فروش میرسه. رنگ خوراکی یا با ترکیب رنگ و اسانس میشن روغن زیتون، با برچسب‌های برندهای معروف و روانه بازار میشه. این مادر پیر هم شتاب آخوندا در زمینه اقتصاد رو اینطوری سمبولیزه کرده. مادر الان دلیلش چیه این پولو چسبوندی اینجا؟ دلیلش این عزیزم، من 1349 با این 100 تومانی 20 کیلو مرغ می‌خریدم. الان یه پای مرغ هم به من نمیدن. وقتی پول دیگه اینقدر از ارزش فاقده، پس یاش همین داشت. یه تا خودت هم بردار برای هرکی میخوای بده. این حرفی کاری نیست که واقعیت. نه واقعیته. من متولد 1324 خیلی چیزا میدونم. وقتی بودجه های کلان سهم آخونداست دیگه چیزی برای مردم نمیمونه. این هم یک نمونه از ترانه‌های منتشر شده در فضای مجازی که همین داستان رو بیان میکنه. ایران 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 ویران 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 ایران 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 ویران 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 خواهد شد اگر برویم بازم به همین فرمان، بازم به همین فرمان. الله الله سهم مردم قصه و آه، الله الله سهم مردم قصه و آه، سهم مردم قصه و آه. این آخوند مشنگ هنوز فرق بین گاو و گوسفند رو نمیدونه، بعد اومده از ملت به اسم قربونی کردن دزدی کنه. انشاءالله به حق حضرت زهرا انشاءالله که سال بعد این گوسفند انشاءالله قربانی بکنیم. اگه قسمت شد سال بعد ببینیم این گوسفند چند کیلو میشه و معجزه خانم فاطمه زهرا رو ببینیم. این آخونده رو یه مدت باید بذارن نگهبان گله بشه تا مثل این آقا سگه قشنگ گوسفندا رو بشناسه. البته وقتی رئیس جمهور قاتل آخوندا فرق بین آموزه و آموخته رو نمیدونه، دیگه انتظاری از بقیهشون نیست. انشالله که خداوند امتحان به همه
متدینین توفیق بده که از حضرت عیسی مسیح حقیقتا پیروی کنند و از آموخته های حضرت عیسی سلام الله علیه. شما تو خوب مادر جان؟ بنا به آموخته های نبی مکرم اسلام به اون که تعهد کردیم پایبندیم. جوانان ما امروز گرایششون به دین و معنویت بیش از همیشه است. به ویژه گرایش جوانان در جهان نسبت به اسلام و آموخته های نبی مکرم اسلام و آموخته های امام صادق علیه الصلوات المسلمین تبدیل کرده به یک امت. حاج قاسم سلیمانی هم با پیروی از آیات قرآن و آموخته های اهل بیت عصمت و طهارت و تأسی از ولایت دارای یک وسعت وجودی شده است. از اونجایی که وضعیت آخوندها خیلی بحرانی شده، بسیجی هم حسابی قاطی کردن و به این جفنگویی ها رو آوردن. من 5 ساله به درجه سربازی یعنی فرشتگی رسیدم. همه تعجب میکنن، جایی میرم دوربینای مداربسته منو نمیگیره، لایو زنده منو بغلم کسی میاد نمیگیره. عرضم به حضورتون که غیر عادیه. ماها که سربازای گمنام امام زمانیم خندمون میگیره. اگه این بسیجی به اندازه 1/100 این توتی هوش و کارایی داشت، جای این مزخرفات میتونست برای جذب فالوور از این کارا بکنه. جنگ و دعوای آخوندها در رابطه با طرح صیانت از عمامه عظمی هم ادامه داره. ببینید کار به کجا کشیده که این بسیجی دورگرد رو دارن از مسجد هم بیرون میکنن. طرح صیانت از فضای مجازی یه طرح مفیدی برای کشور و لازم برای کشوره. بیا باره بشیم مثل مردم نماز اگر کسی از مزایای یه طرحی اطلاع داره باید اون طرح رو تبلیغ کنه. جهاد تبیین امروز جهاد ماست. جهاد تبیین یعنی یه کاری کنی که حرف منتقل بشه و با همین کاری که الان بنده دارم انجام میدم حرف منتقل میشه. مزاحم میشی. برو. بله. این هم یه نمونه دیگه از جنگ و دعواهای گرگ ها بر سر طرح به اصطلاح صیانت. ویس کرمی از اعضای مجلس که رئیس کمیسیون صیانت هم هست، توی توییتی به منتقدای طرح صیانت گفته سگ قلاده بلند. آقای ویس کرمی، سگ خودتی، بابات، 7 جد و آبائت، حیوان. در آخر توجه شما رو به کلیپی جلب می‌کنیم که در اون نحوه مدیریت بحران توسط آخوندها شبیه سازی شده.